ایالات متحده آمریکا برای معین کردن محل بودوباش پالکوونیک فراری تاجیک گلمراد حلیموف 3 میلیون دلار وعده کرده است. این نکته را روز 30 آگوست کورت رایس، یاور کاتب دولتی آمریکا، عاید به تحلیل تهدیدها در یک نشست مطبوعاتی تلفنی با خبرنگاران آسیای مرکزی بیان کرد. کورت رایس گفت که ایالات متحده پالکوونیک و سردار پیشین امانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گلمراد حلیموف را یکی از پیشواهای کلیدی و خطرناک گروه تروریستی دولت اسلامی می‌داند. وی گفت افراد آگاه همه گونه معلومات درباره گلمراد حلیموف را می توانند به نزدیکترین سفارت ایالات متحده و یا آدرس ایمیل ساختارهای دیپلماتی آمریکا فرستند. گلمراد حلیموف در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد و در یک پیام ویدیویی گفت با نارضایتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین‌های حربیش در روسیه و ایالات متحده آمریکا به دولت اسلامی پیوسته است. او گفت یکی از این مشق‌هایش در ایالت لوئیزیانا برگزار شده است و بعداً وزارت کارهای خارجی آمریکا نیز این ادعای حلیموف را تایید کرده بود. مقامات تاجیکستان بلافاصله این پالکوونیک فراری را به خیانت عیبدار کرده از طریق اینترپول تحت تعقیب قرار دادند. دادستانی کل تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی خود در رابطه با دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف او را برای خیانت به دولت عیبدار کرد و گفت که علیه او بر اساس 3 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه ینور امسال گفتند که بنا به اطلاع آنها گلمراد حلیموف در جنگ‌های خاورمیانه 2 بار زخمی شده است و بعداً در ماه ایول رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی اعلام کرد که کارهای اپراتیوی جستجویی برای بازداشت او ادامه دارد.